تا دست بگیره بهتر است. و این حادثه از طرف همه ملت افغانستان و همه مردم محکوم است و ما تلاش میکنیم که از حادثه های آینده جلوگیری شود و واقعا کسانی که برای از بین بردن اتحاد ملت ها تلاش میکنه پیشوی از ما گرفته شود. ما شدیداً این حادثه را محکوم میکنیم از طرف همه هزارای ایالات متحده آمریکا، هزارای جهان و هزارای کل جهان با این حادثه غم انگیز شدیداً همدردی میکنه و به همه خانواده‌شان و به مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا ما تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که بیش از این حادثه‌های ناگوار پیش نیاید و جلوگیری شود و واقعا کسانی که در حمایت از تروریست قدم برمی‌داره باید پیششان گرفته شود و آنها کلاً باید از بین افرادی که زحمت میکشند و کار میکنند و در اتحاد و پیشرفت کشور قدم بردارند از بین از اینا پاکسازی شود.